استاد آمریکایی امروز سر کلاس در رابطه با اتفاق خیلی بدی که برای نسل ما افتاده با ما صحبت کرد که من دوست دارم اینجا باهاتون به اشتراک بذارم. گفت که توی نسل الان قدری به خاطر اینترنت و سوشال میدیا حجم اطلاعاتی که ما هر روز در رابطه با مسائل مختلف میگیریم زیاده. خیلیامون فقط مات و مبهوت وایسادیم و هیچ کاری نمی‌کنیم. هر روز ما میریم توی یوتیوب و ویدیوهای افرادی رو میبینیم که ما میگن اینجوری موفق شو، این کارو بکن، این پلن رو بچین. میدونیم خیلی چیزها رو هر روز میبینیم، ما انقدر حجمش زیاده که ما هیچ وقت هیچ عملی رو انجام نمیدیم و فقط یک سری اطلاعاتی رو دریافت میکنیم و بعد از دیدن 3 تا ریل تو اینستاگرام همونا از ذهنمون میپره. چند نفر از شماها فکر میکنین که هنوز تو سال 2023 گیر کردیم؟ 5 ماه دیگه 2025 میگفت که دست از این همه تئوری پردازی و این همه دریافت اطلاعات برداریم، اون از شر این بمبارون اطلاعات نجات بدیم و فقط شروع کنیم به انجام دادن، فقط شروع کنیم به عملگرایی. هر همین جوریه که میتونیم یاد بگیریم. راه خوشحال بودن اینه که بزنیم بیرون و شروع به تجربه کردن زندگی بکنیم تا خوشحالی خودمون رو خودمون پیدا بکنیم، نه توی ویدیوهای یوتیوب و نه توی سوشال میدیا.